الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در موضوع به اصطلاح امروزه ما پسردنیکی میگویند، اون چی حکم دارد، آیا جایز است یا نه؟ در اینجا یک چند تا نازکی های هست است که برادرها در اون واقع میشوند و اون حرام هست، اما خبر نمییابند. اونها فکر میکنند که در حقیقت ما به کار حلال پول یافتیم، اما بعضیش به طریق حلال پول مییابند. آنها از طریق حلال پول مییابند، چون که از با قاعده های بگم شرعی و اهل سلف چخیلی که قاعده گذاشتن، صاحبان مذهب رحمهم الله قاعده گذاشتن، به آنها که اول بکنن آنها پولشون حلال میشد. در اینجا ما چخیلی دیدیم، با چشمانی خودمون دیدیم که بعضی این نفرهای کار میافتگی وقتی که کار را پیدا میکنن برای یک نفر یا یک جماعت کار میکردگی، یک بریگاد میگنش، مثلا برای اونها کار میکردگی، وقتی که کار را پیدا میکنن میگوید که مثلا 10 نفر باشن، یک کاری کلان باشد، میگوید من از یک نفرهای شما به حساب میرم. اون نفر کار نمیکنه، فقط کار را مییابد. مثلا 9 نفر باشد میگه 10 نفرش من، اگر 10 نفر باشد میگه که 11 نفرش من. یعنی که همچنان که همون آدم در همونجا حاضر باشد، به قطار همونها کرده کار میکرده باشد، همین خیلمان به حساب بگیرید ده. اون نفر کار پیدا میکنه، خودش رفته دیگه از پس کار بار زندگیش میشود، این بگم نامش بگم به قطار همونها به صف همونها رفته است. این کار جایز نیست است. این کار اصلا جایز نیست است که دروغ تر همین خیل بگم به حساب در اونجا مثلا به شمار بروی و همچنین که یک کارگر همونجا به حساب بروی، اما تو اونجا حاضر نیستی، این کارو نکند. همون میانه روها، یعنی که پس دیگه این کارو نکنن اصلا. اما کارا پیدا میکند، میتوند که اجاره بگیرد. یعنی که این چخیلی که در حیات ما دیدیم که نفرها هستن کار پیدا میکنن، مثلا در روسیه باشد، اون کار تقریبا اگر 500,000 روسی باشد، اون آدم های پیدا میکند، کارگرهای پیدا میکند، میگه که همین کار شما میشود که همین 300,000 روبل کار کنید. اگر اون 500,000 روبل از صاحب خانه گرفتگی هست، اون استا پیدا میکند، استاها را میارد، میگه شما 300,000 تا من شما را پول میدهم، همین کارا بود کنید. همین خیلی کارا معلومات میدهد که چی کردن بکار، چی کردن بکار نیست، کارا بالاخره میکنن. وقتی که اگر اونها کارا کردن، صاحب خانه که بگیم همون آدم پسردی که فریب کرد کو پول نداد، این آدم ها کو از همون آدم پسردی میگیرد. اگر بگذار صاحب خانه پول ندهد، چون که از اینها کارگرای صاحب خانه حساب نمیخرن، اینها کارگرای همین آدمی میانه رو به حساب میخرن، یعنی که به اصطلاح پسردی کش میگن، واسطه‌اش میگن به عربی. کارگرها اینها حساب میخرن، چون که از اینها صاحب خانه را اصلا قطعا مشورت نکردن، قطعا مصلحت نکردن و از اون کار قبول نکردن و اونها بگیم که دخالت ندارن به صاحب خانه. اونها کار از این بگیم میانه رو، یعنی که از پسرین کار قبول کردن، این بگیم که از هر جایی که نباشد باید پول یافته بیارد به اینها بدهد. نمیتوند بهانه بکواد که صاحب خانه را پول نداد، من در این وقت به شما داده نمیتونم. گفته این اگر این کار کرد، خلافی بگیم که وعدش کرد، از جمله منافقین هست، از جمله حرامخورها است که فریب میکند، هر وقت وعده میکند خلاف وعدش میکند و هر وقت سخن بگه دروغ میگه، این از جمله منافقین به حساب میرود. این کارا نکنن باید. یعنی چه خیلی کار نکنن؟ یعنی که وقتی که کارت تو به مردم میدهی، کار با کارگرها میدهی، تو بگویی که مثلا صاحب خانه من نداد من نمیدهم، گفت این کارو نکن. یا که بعدتر که صاحب خانه پول داد به ما میدیم، این کارو نکن. وقتی تو گفتم دی کارا بود کنه شما پول میدم، چرا تو خلاف وعدت میکنی؟ بگذار که تو ماشین تا به سودا بفروش، پول اینها رو بده. بگذار که در خانه پول داری بیار اینها رو بده، بعد اون صاحب خانه به تو میدهد نمیدهد، اون اختیاری خود تو است. یکم مسئلهش نازکش در همین است. دوم، نفرهای هستند که کار پیدا میکنن، کار وقتی که میآوند، همون کارگرها را، همون بگیم یا بریگادیر هست، یک چیزی که هست نیست، یک جماعتی هست که آنها را میبرد به همون صاحب خانه روبرو میکند، میگه این صاحب خانه این کار خود شما مصلحت کنین. اگر مثلا 500,000 تا مصلحت کردید، از داخل همون 500,000 به من مثلا 50,000 60 40,000 میدهید، بگید باید معین کند. به خاطر ما کار یافتگیم، به خاطر کاری من همی است که به شما کار یافتم بود، من یافتم، به من 400 به من 50,000 40,000 است بدهید. گفته قطعا اونها مصلحت میکنن، در این حالت هم حلال هست. دیگر مسئلهش، بعضی نفرها کار پیدا میکنن، قطعا اونها کار میکنن، در حقیقت قطعا اونها کار میکنن، اما میگوید که من از شما زیادتر میگیرم به خاطر که از کاریاب هستم، من به خاطر من کار یافتم، از شما زیادتر پول میگیرم.
این نازکی دیگرش همین است که باید وقتی کار یافت به خاطر کار پیدا کردگیش معین کند که من وقتی که اگر همینجا 500,000 مصلحت کردیم پول مهنتی که برای کار یافتگی من 30,000 40,000 میگیریم با اینجا کرده با ما قطعی شما کار میکنیم پول مهنت خودم میگیریم در این حالت هم درست میشود. دیگر مسئله چهارم یا که پنجم صورت مسئله این است که وقتی که نفرها هستند که کار پیدا میکنن قطعی همونها کار میکنن قطعی هم نفرها کار کردیستن میگد که گاهی میشود که من دیگه جا کار پیدا میشود من اونجا میرم کار میکنم اونم بعض اصطلاحی همون کارگرا اونجا شبش میگن یعنی که در همونجا بعضی وقتا کارهای کم کم پیدا میشود اونها میرن کار میکنن. همون انسان کاریافتگی یا اینکه کارگر همونها آیا اجازه هست برای اون نفر که برود کم کم در دیگه جا کار کند اما آمده به قطار همینها یگان پول بگیرد این اجازت است یا نه؟ و دیگر که هست اگر همون نفرها که کار قبول کردن مثلا یک نفر کار پیدا کرد یا اینکه کار پیدا نکرد فرق ندارد یک جای کار میکردن گفتن که همون نفری که به این کار پیدا کرده است یا که یک نفر همون شریک هاشون بگیم یعنی که بریگادر یک نفرشون گفت که مثلا بعضی وقتا کار پیدا میشد من میرم کار کردن همون کار میکنم با میام با قطار یعنی شما نومی ما رفتن میگیرد مثلا شاید بعضی وقت کار پیدا میشه یک روزه باشه شاید 2 روزه باشد مثلا همین را چخیل کنیم مثلا علاقه سوالش دیگه از چندین بار حکمش همین است که وقتی که اون نفر قطعی این برادرها یک جماعت کار میکنن یک بگیم شریک کار میکنن وقتی دیگه جا کار کنی رفتن اصلا حق نداره موافق شریعت موافق حکمی که بزرگها گذاشتنش در مثلا کتاب شریکه و اجاره این چیزها این حق ندارد اما راضی باشن چی صلح کردگی هستن که خی کار پیدا شي برای کار که کار تا پیش بر هیچ باکی ندارد این خیلی اگر راضیگی شده باشد در این حالت دو صورت دیگر دارد مثلا همون فایده ای که میبیند میان بین شریکاشون تقسیم میکنن بین همشون چی میکنن تقسیم میکنن چون کس اجازه که کار این رفته است. دویم صورتش که اون برادرها همون شریکای دیگرش گفتن که ای خیلی چند سمی فایده شید ما بخشیدیم برای تو بخشیدگی هستیم مایل به خاطر که تو شرایطت مثلا شاید که وزنین تر است یا که شاید که تو اولوی هستی ما خیلی حاضر بچه‌ها یاش هستیم ما همون چیز برای تو بخشیدیم برای تو راضی هستیم گفتگی شونده این حالت حلال میشه برای این و اگر این کارش درست نیست است اصلش بگیریم اون بگیم درجه شریک کار کردن یک جای کار کردن بگیم مثلا مشترک هستن در یک کار اون دیگه جو رفته کار کردنش حق ندارد اما اگر حق دارد راضی باشن همونها با همون دو صورت دارد الان بیان کردیم یکم صورتش که فایدهش باید باید برادرش تقسیم کنه وقتی که اگر که اون کار کنی رفت دویم صورتش این است که اگر که بگن که ما بخشیدیم میگه حلال است برای اون اما در اینجا یک برادر یک چی گفتنی نماند که همین حالات ها در یک برادر هست شرایطش وزنین است یک حالتی از برادرایی که مثلا که عائله دار هستن اونها را مد نظر بگیرن و الله پاک چه پیامبر گرامی میفرماید که بنده در یاری اون بگیم الله در حالتی هست که الله پاک بالا اون بر رحمتش نظر میکنه در یاری اون هست که اون در یاری برادر دیگریش باشد اگر در دستگیری برادر دیگرش باشد ما چه که در درس دیگه گذشته بیان کرده هستیم الله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله.